روز پنجشنبه در نزد دادگاه ضد فساد پاکستان طرفداران سابق پرزیدنت این کشور آصف علی زرداری جمع شدند. زرداری به دادگاه دعوت شد تا درباره اتهام رشوه‌خوری در سالهای 90 قرن گذشته شهادت دهد. زرداری همان رهبر حزب مردمی پاکستان بوده تا حال رسما عیبدار اعلان نشده است. در دوام 5 سال گذشته او به حیث پرزیدنت پاکستان از مجازات مسئولیت داشت. فرمانده نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان یا خود ایساف جوزف دنفورد میگوید برای افغانستان به زودترین فرصت امضا نمودن سازش امنیتی با ایالات متحده آمریکا خیلی مهم است. او می‌افزاید این سند زیربنای من بعده همکاری این کشور با نیروهای بین المللی را مقرر می‌کند. ایالات متحده آمریکا روی پرزیدنت افغانستان حامد کرزی فشار می‌آورد تا این سازش را امضا نموده حضور هزارها سربازان این کشور در افغانستان را برای سالهای آینده هم کفالت دهد. در پایتخت اوکراین شهر کیف صدها نفر راهپیمایی اعتراضی تشکیل نموده تقاضا کردند یاروسلاو پریتولنکو که در جریان گردهمایی‌های طرفداران اتحادیه اروپا دستگیر شده است از زندان رها گردد. روز چهارشنبه دادگاه به رهایی او مخالفت کرد. در شهر یکاترینبورگ روسیه روزنامه‌نگار اکسانا پانووا شرطاً به مهلت 2 سال از آزادی محروم شد. همچنان او حق ندارد در دوام 2 سال آینده در واسطه‌های اخبار عموم کار کند. پانووا سابق سردبیر خبرگزاری اورا.رو با آن عیبدار می شود که گویا از راه تهدید نشر معلومات بی‌آبرو کننده بعضی اشخاص را زیر فشار قرار داده است. اما پانووا می گوید او را برای تنقید مقامات محلی جزا دادند. در شهر مینسک دادگاه بلاروس بر ضد مؤسسه طبی اکومت سرویس پرونده جنایی باز کرده است. 3 خادم این مؤسسه با بی‌اعتنایی به وظیفه‌هایشان متهم می‌شوند. تحقیق این قضیه بعد از آن شروع شد که خانم 23 ساله یولیا کوبارووا بعد عملیات کسمتیکی در این مؤسسه به هلاکت رسید.